تو کمترین زمان ماست خونگی درست کن، اونم از نوع پرچربش. واسه درست کردن مایه ماست 3 قاشق ماست خامه، 1 قاشق خامه، 1 کوچولو نمک و شکر. همه ی مواد رو که کامل مخلوطش کردیم، حالا نوبت شیره. زمانی مایه ماست رو به شیر اضافه می‌کنین و گذاشتین داخلش 8 ثانیه بذارید بمونه. اگه دستتون نسوخت مایه ماست رو میتونید اضافه کنید. این کارم به خاطر هوادهی و کیفیت بهتر ماسته. حالا میتونید داخل ظرف بریزید، با استفاده از یک کیسه فریزر که روش رو سوراخ کردید روی ماست رو بپوشونید. روی ماستتون پارچه بکشید و بذارید 8 ساعت تکون نخوره. بعد 8 ساعت بذارید یخچال. 24 ساعت که موند ماست خوشمزه‌تون حاضره. شما فقط بافت خوشگل ماست رو ببین، بعد برو درستش کن. راستی این ماست بدون مواد نگهدارنده درست شده و تا 2 هفته تو یخچال میمونه. پس بفرستش واسه اونی که سلامتیش واسط خیلی مهمه.